السلام علیکم. من کارای ما رفساده رحمتی کلام اگر من که پیچه میبینم کار سر میکنم. رحمتی کلام باشه. رحمتی کلامی من کاری رفساده من اونجا فودم را شد برای کو روز با سری بالا میگیم که زبار بسته شد. الله از سرک برادر و خواهری که کمک کرد، دستگیری کرد، لایک و کامنتاری و نمو را به دیگران رعایت کردن راضی باشد. السلام علیکم اهلی مهاجران. من همین چیزی که برای شما دمو کمک کرده من در کارت روسی 555,000 من در کارت تاجیکی ما 15,475 سومونی وارد شد. ما همین پول من گرفتیم. من حاضر آمدیم. من اینجا خطی رئیس محله، من خطی زنک، من خطی فرزندم، همه کارت هایی که شما گذرانده همه کارت ها دستای بچه هم بود. یک بچه کلانیم در تاجیکیش بود و بچه ویدکیم در روسیش بود. ما همین پول همیشه گرفتیم آوردیم. من همیشه در من کجا کار خانه سر کردیم. من حاضر کار افسوده به همه شما رحمت کلام برای کار استراحت نیست. همه وقت سلامت باشید برادر عزیز. که ما دستگیری کردیم، ما طاقت نمونده. ما از شما 1000 مرتبه میnnتدارم برادر عزیز. رحمت کلام. توی بچه هم بود. من بچه ها رفتم پول آوردم. من پول ما در ساختمان استفاده میبریم. به شما رحمتی کلام. هزاران تشکر به شما. السلام علیکم مردم و خواهران گرامی. خوب است انشاءالله. الله حفظتون کنه. مردم و خواهران گرامی، اویلایی که خانهشون سوخته بود که در اون خانه 3 اویله زندگی میکردن که در همون سوختار سبحان الله کلینشون و نبیرهشون سوخته بود، زبار شده بودیم و الحمدلله امروز با سری بالا میگیم که زبار بسته شد. الله از سرک برادر و خواهری که کمک کرد، دستگیری کرد، لایک و کامنتاری و نمو را به دیگران رعایت کردن راضی باشد. مردم و خواهران گرامی، الحمدلله کارت های خودشون بود. ما نمره تلفنشون در او ویدیو دیگری موندگی هستم. کسی که مقصد باور ندارد میتونه که خودتون زنگ زنید و از حال همون اویله با خبر شوید و پرسان کنید اگر که باور نداشته باشین. مردم و خواهران گرامی، کارت های خودشون بودن و در کارت های خودشون مبلغ جمع شد. مردم و خواهران گرامی، الله از سرک شما راضی باشد. ان شاء الله که روزهای نزدیک خانهشون تعمیر که شد باز یک بار ویدیو کرده برای شما نشان میدیم. بارک الله فیکم. سلام علیکم و رحمت الله. مردان و خواهران گرامی، ما یک کس خونه باز کردگی هستیم. یک کس پراسپکت میر. من نمره یک کس را میگذارم. برادر 24 ساعت در خط علاقه است و برادران و خواهران گرامی فرق نداره تو در کدام دولتی، در امریکا، در لندن، در گرمانیا، در شویسریا، در فرانسه، در تاجیکستان، در کدام دولتی نباشی، همین نمره را زنگ میزنی. این برادر با تمام دولت با شما بلیت الکترونیک پیشنهاد میکنه برادران و خواهران گرامی و بلیط های ارزان است ان شاء الله.